سلام دوستان تاریخ دوست، به چنل سیاهچاله خوش اومدین. امروز به یکی از جنجالی ترین و در عین حال تأثیرگذارترین لحظات تاریخ ایران میپردازیم. زمانی که نادرشاه افشار، این شاه قدرتمند و بی‌رحم، با تهدیدی که جهان را به لرزه درآورد، به سفرای روس گفت اگر مناطق اشغالی را به ایران باز نگردانید، با جارو همه شما را از ایران بیرون خواهم کرد. این جمله کوتاه اما پر از معنا نشان از اوج قدرت و اقتدار نادرشاه و همچنین پیچیدگی روابط بین الملل در آن دوره دارد. با من همراه باشید تا به بررسی این ماجرای جذاب بپردازیم و ببینیم که چرا این تهدید نه تنها سفرای روس را به وحشت انداخت، بلکه در سراسر جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. خوشحال میشیم چنل سیاهچاله رو سابسکرایب کنید و از محتواها حمایت کنید. نادرشاه افشار تنها یک شاه نبود. او یک افسانه بود، یک اسطوره، مردی که از کوچه های خراسان برخاست و با شمشیر و هوش خود امپراتوری بزرگی را در آسیا بنا نهاد. نادرشاه نه تنها یک جنگجوی شکست ناپذیر بود، بلکه یک سیاستمدار زیرک و مدبر نیز محسوب میشد. او با قدرت و اراده آهنین خود توانست مرزهای ایران را گسترش دهد و به یکی از قدرتمندترین پادشاهان عصر خود تبدیل شود. اما نادرشاه تنها یک فاتح نبود. او به فرهنگ و هنر نیز اهمیت میداد و در دوران حکومتش شاهد شکوفایی هنر و ادبیات در ایران بود. تهدید جاروی نادرشاه تنها یک تهدید ساده نبود. این یک بازی روانی استادانه بود که نادرشاه برای رسیدن به اهدافش طراحی کرده بود. او با این تهدید نه تنها به روس‌ها نشان داد که عزم راسخ برای بازپسگیری مناطق اشغالی دارد، بلکه به جهانیان نیز اعلام کرد که ایران کشوری قدرتمند و مستقل است و حاضر نیست زیر بار زور برود. استفاده از واژه جارو در این تهدید بسیار هوشمندانه و تأثیرگذار بود. جارو نمادی از پاکیزگی و نظافت است، اما در عین حال میتواند نمادی از خشونت و بیرون راندن نیز باشد. نادرشاه با استفاده از این واژه به روس‌ها فهماند که اگر به خواسته های او تن ندهند، نه تنها از ایران اخراج خواهند شد، بلکه آبروی آنها نیز لکه‌دار خواهد شد. تهدید جاروی نادرشاه پیامدهای مهمی در پی داشت که نه تنها بر روابط ایران و روسیه، بلکه بر کل منطقه و حتی جهان تأثیر گذاشت. روس‌ها که از قدرت و اراده راسخ نادرشاه ترسیده بودند، مجبور شدند مناطق اشغالی را به ایران بازگردانند. این رویداد باعث افزایش قدرت و اعتبار ایران در سطح بین الملل شد و نشان داد که ایران کشوری قدرتمند و مستقل است. تهدید نادرشاه باعث ترس و وحشت در میان دشمنان ایران شد و آنها را از هر گونه تجاوز به خاک ایران منصرف کرد. این رویداد توازن قدرت در منطقه قفقاز را به نفع ایران تغییر داد و باعث شد تا سایر قدرت‌های منطقه نیز به ایران با احترام بیشتری نگاه کنند. نادرشاه با به دست گرفتن قدرت توانست بعد از حمله افغانها به ایران تا مدتی نظم و امنیت و ثبات سیاسی را برای ایران فراهم کند.
زمانی که نادرشاه خواستار تخلیه مناطق اشغالی ایران توسط روس‌ها شد، این کشور با توجه به هزینه‌های سنگین لشکرکشی به گیلان و قفقاز و همچنین شیوع بیماری وبا در بین سپاهیانش درخواست تخلیه را پذیرفت و با اطمینان از قدرتی که نادر کسب کرده بود، نیروهای خود را عقب کشید. پیوند نادرشاه با روسیه در مجموع دوستانه بود، زیرا میان ایران و روسیه از دیرباز پیوند بازرگانی وجود داشت. البته از زمان فرمانروایی پتر کبیر این پیوند سالم به شیوهی فزونخواهانه تبدیل شد تا جایی که در زمان یورش افغانها با همکاری دولت عثمانی ایران را میان خویش تقسیم کردند. ولی زمانی که نادرشاه به فرمانروایی ایران دست یافت، ترازهای روس بدون اندک دشواری ایران را به نادر واگذار کردند و حتی او را در مقابل عثمانی یاری نمودند. در زمان نادرشاه متعاقب مکاتبه در اواخر سال 1732 سفیری از طرف دربار روسیه عازم ایران شد و در 21 ژانویه 1733 عهدنامه‌ای بین ایران و روسیه در رشت به امضا رسید که موجب آن روس‌ها از دعاوی خود نسبت به گیلان و مازندران و گرگان صرف نظر کرده و بقای خود را از گیلان تخلیه نمودند. توضیح این که مازندران و گرگان با وجود ادعای روس‌ها به این دو ایالت هرگز اشغال نشده بود. پس از تخلیه گیلان، نادر خواهان بازپس دادن مناطق تصرفی روسیه در قفقاز شد، ولی روس‌ها از مذاکره درباره این موضوع تفره می‌رفتند تا اینکه در سال 1735 که روسیه و عثمانی در آستانه جنگ قرار گرفته بودند، نادر فرصت را غنیمت شمرده و روس‌ها را تهدید کرد که اگر باکو و سایر مناطق تصرفی قفقاز را تخلیه نکنند، با عثمانی‌ها علیه آنها متحد خواهد شد. این تهدید مؤثر واقع شد و به موجب معاهده‌ای که روز 10 مارس 1735 در گنجه به امضا رسید، روس‌ها آخرین مناطق تصرفی زمان پتر کبیر را به ایران مسترد داشتند و در ضمن متعهد شدند در صورت بروز جنگ بین ایران و عثمانی از ترک‌ها حمایت نکنند. نادرشاه برای تقویت نیروی دریایی ناوگانی در خلیج فارس ایجاد کرده بود، تصمیم گرفت تا ناوگانی در دریای خزر نیز ایجاد کند، اما نه کشتی کافی در اختیار داشت و نه ایرانیان در کشتیرانی مهارت داشتند. به ناچار تصمیم گرفت به روس‌ها توسل بجوید. در همین زمان در سال 1741 میلادی در روسیه الیزابت پترونا بعد از کودتای 6 اکتبر به سلطنت رسیده بود. نادرشاه ضمن اظهار مسرت از این بابت از دولت روسیه درخواست کرد تا 10 کشتی خود را به ایران قرض دهد، اما سفیر روسیه ضمن ابلاغ این خبر به دولت روسیه یادآور شد که اگر نادر این کشتی‌ها را دریافت کند هرگز آنها را پس نخواهد فرستاد، چرا که مصمم به ایجاد ناوگانی نیرومند برای ایران است. دولت روسیه این درخواست را رد کرد. در سال 1151 فردی به نام جان التون که اهل انگلیس بود از روسیه به گیلان آمد و وسیله‌ای برای عملی شدن منظور نادرشاه گردید. وی که مردی باهوش بود و 4 سال پیش به خدمت روسیه در آمده بود، مدتی را در سیبری و آسیای مرکزی گذرانیده و به این خیال افتاده بود که آسیای مرکزی را از راه سرآباد، گیلان و روسیه به لندن پیوند دهد. این شخص به قدری بازرگانان لندن را تشویق کرد که عاقبت کشتیسازان انگلیسی 2 فروند کشتی در شهر قازان ساخته و از رود ولگا به دریای خزر انداختند، اما در مقابل روس‌ها واکنش بدبینانه‌ای نشان داده و نیروهای خود را به گیلان گسیل داشتند. در نهایت تهدید جاروی نادرشاه به ما درس‌های مهمی درباره قدرت، اراده، استقلال و عزت ملی می‌آموزد. این رویداد نشان می‌دهد که یک ملت با داشتن رهبری قدرتمند و با اراده می‌تواند به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کند و از حقوق خود دفاع کند.
همچنین این رویداد به ما می‌آموزد که برای حفظ استقلال و عزت ملی باید همواره هوشیار و آماده باشیم و از هیچ تلاشی برای دفاع از کشورمان فروگذار نکنیم. به نظر شما چرا نادرشاه از چنین تهدید شدید و غیرمعمولی استفاده کرد؟ آیا این تهدید تنها یک بلوف بود یا اینکه نادرشاه واقعاً قصد انجام آن را داشت؟ به نظر شما این رویداد چه تأثیری بر شخصیت و سبک رهبری نادرشاه داشت؟ و در نهایت آیا می توان از این رویداد تاریخی درس‌هایی برای حل مشکلات و چالش‌های امروز جهان گرفت؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو در کامنت با ما به اشتراک بذارید.